درود هموطنای عزیزم، دوستا، برادرها. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشید. راستی امروز یک نوار در یوتیوب چاپ شد، در فیسبوک. در برو اگر ما کمتر فکر نظر خودمون نگیم، واقعا هم آینده این ملت چی میشود دیگر کسی هم نمیدونه. برای ما مجبور هستیم تا که گوییم و باز هم گوییم. سویچه درک تو منه ولی طوری نیست که برادیم بزرگ همیجا کم ترک سیوی از بیزیبای جمیلی چه خیلی هست گمشید. یک دو دونه مایزاده را بگیم یک چند نفر تبسم خنده و بگیم که واسین سالی اون نگاه نکرده، بگیم که زیر لط کوب قرار میتن و این چیزها در تاجیکستان بسیار است که جوان ها مایزاده ها را بگیم که توپ شیده میزنن، کوچک زشتسته باشه مایزاده را میزنن. اما همون جوان نمیدونه که فردای همون جوان خودش بعد از چند سال با این رفتار، با این ساختار حکومتداری که امروز برده ایستاده است امام علی رحمان و اطرافیان او، حال همون جوان خودش چی میشه. اما امروز بگیم که ما میبینیم جوانای ما مایزاده ها را توشیده بگیم میزنن. البته که هر یک انسان از مادر مایزاده تولد شدگی نیست، در جوانی هم مایزاده نبود و هیچ انسان هم نمیخواهد در این روز آماده زدن خدشکی تا که در کوچه ها بگیم همه عذاب دار باشد. اما متاسفانه بسیار حالت هایی هست که انسان ها را میاره به این روز میرسانه. یکی از اونها سیاست نادرست امام علی رحمان با این دولتداری غلطی که امام علی رحمان داره، نداشتن شرایط، نبودن زندگی، از پستی زندگی زناشون ترک میکنه، آیله هاشون و بسیار مشکلی ها دا میزنن مرد. در تمام خیندی زندگی همه روزگار حیات در کلای مردک هست، یعنی برای کشیدن این زندگی این چیز آدم ها درک نمیکنن. پروسته همین تا بگردین مسکو را نگاه کنین، روسیه را نگاه کنین، ما زیاده از 2 میلیون جوان یاش مردک و غیره ها داریم. همه همینو برای خراندن اویله، زن، کودک و غیره ها سالهای دراز در غریبی هستند، در غربت هستند، در عذاب هستند، در خنکی هستند. فکر کنیم این مردها هم خیلی بدن برای زندگیشون میدویدن، میجنگیدن تا که زندگیشون برن. اما متاسفانه بعضی زنهای ما، بعضی تربیه بگیم یا اخلاق بگیم انسان زنهایی که ما داریم با همین مهنت و همین زحمت های شوش نگاه نکرده، تلاش کوشش های شوهرش نگاه نکرده، بگیم خیانت با او میکنه و باز هم یک چند گندم است با امید پولش از نبودن شوهر او استفاده برده، بگیم که با او همخوابگی میکنه. خلاص عاقبت میوره و زن ایره میبرویه و جدا میشوه، حواسی بگیم پدرکه و غیره چیزها را خورده یا حواسی این همیجا نون یافتیسته که این ماشین داره، حواسی ماشین میخرن، حواسی خونه خوب میخرن، لیکن نمیدونن که شوهری هم در دلش همه آرزوها را داره، برای همه آرزوها غریبی ها رفتگی است. بعد از او بگیم که دیگر از همه میمونه مردک، مثال گیریم نمی روزده مایزاده میشه میزن. اولا که روزه خداوند از سر کسی نشون نده،
اما همون جوانهایی که امروز دای کار دست زده ایستادن خداشون حال فردای خداشون نمیدونن، ولی آیندهشون از پیش است، پیریشون از پیش است. بگیم اونا نمیدونن در کدام روز میزنن، اونا نمیدونن کدام احوال میشون، چه خیلی مای زده میشون و او نمیدونن که بازم اونو را جوان ها بگیم که چیکار میکنن، زیر علت کوب قرارش میدن. سبب بگیم که او همون جوان ها امروز درد جامعه را ندانسته، درد این ملت را ندانسته، تنها در نظر مردم ما یک انسانی مست مایزده را دیدن، تنها میگیم الکش است، مایزده است، اما ما تاریخ حیاتی او را، تاریخ زندگی او را بگیم ما نمیدونیم. اکثر مایزده ای که میزنن مایزده میشوند در تاجیکستان بگیم، خصوصا من از تاجیکستان من میگم بسیار آدمای چسنی هستند. از پشت همین چسنی بدنشون فن کردن نمیتونه، دزدی کردن نمیتونه، دروغ گفتن نمیتونه، از پشت همین چسنی بدنشون بگیم که چیکار میکنن، کم بغل میشوند. برای که هر یک انسانی که در تاجیکستان رستگاش زندگی میکنه یا مشینیک است یا دزد است یا لیسک است، یعنی آدمی چسنی در تاجیکستان رستگاش زندگی نمیکنه. همین احوال در زندگی انسان ها من میدونستگی آدم از چند تاش است، بسیار آدمی چسنی در زندگی یک تینی زیادی، یک کس خوردگی نیست، یک کس فن کردگی نیست. از پشت چسنگیش بگیم که اویلش ویران شد. برای چی؟ برای که اویله را تامین کردن نمیتونست، برای حق دزدیدن نمیتونست، یک کس زیادی گرفتن نمیتونست، ناموسش نمیبرداشت و روزش شد و الکش شد رفت. اما با تمام الکشیش هم چسنی بود، یعنی نامردی نداشت، میزد زمینو دا میغلطید، درون جبورو دا میغلطید، میموند، نکی دزدی نمیکرد، حقی کسا نمیخورد. یعنی که همین سبب ها میشود که مردم ما بعضیاش همین احوال دا میان میزن. و تربیه نادرستی پدر مادر، تربیه نادرستی بگیم آیله در جامعه نشان ندادن همین انسان هایی که برای چی همین احوال دا میزنن، نبودن برنامه های درستی دولتی بگیم حکومتی تلویزیونی و غیره چیزهایی هست که ما متاسفانه میتونیم که جوانو را با یک راه راست راهنمایی کنیم. اما از نبودن همین چیزها بگیم امروزه حال تاجیکستان همین است که یک جوان میخیزد یک دو تا مایزده را نمیدونه او کدام روز داره، او چی روز داره در سرش، چرا در این روز آمد زد را، او از این چیزو جوان بیخبر است. تنها توپ میشوند برای کیفیت خودشون بگیم از یک نوچوره چند کسه میزنن، یک نوچوره چند کسه میزنن. تو قدر مرد هستی، او قدر مشزن هستی، او قدر میزدگی هستی. اونا سپورت زال ها هست، میتونی در سپورت زال کچت سکنی، میتونی تمرین بدن کنی، میتونی برای در میدان های بگیم سپورتی و همون لایق خودت، ویسی خودت، کاتگوری خودت، سلامتی خودت بدگی انسان کو برو مردی تا نشان بده در میدان بگیم جنگی. در میدان جنگی مثل زن و در کجایی که یک بیچاره مایزده را میاوه نامردانه واری گفترنگ قنچق واری در گردش جمع میشینه و بگیم که مایزده را میزنه. اما نمیدونین روزگاری اون مایزده است چرا در این روز آمد زد. از مستی آمد مایزده شد یا از پستی؟ هست انسانی مستی مایزده امام علی و گرد اطرافیانش دپوتات هستند، مستای مایزده، و یا پست های مایزده هستند، یا از پستی زندگی در این روز زدگی هستند که اینمو با اوتایت شاید در آنجا رئیس وزیر یا امنیت میلیسا کار کنه. شما همین سیستم را در همین روز آوردین که تو که مردم در کوچه نم خیلی مایزده شوه با مبرورم فرزنداشون نه خیلی مایزده را از دیوت سمیکنن میزنن. نامردو مردکن ببروین در یک میدان مردکی رقابت کنی، نه بیچاره یک مایزده را بخیزین بزنی. ما از امنیت طلب میکنیم، نمیدین
конкретно наказать کنین خیلی پیدر از گودکارا. فردا خودش از این بد میشه و احوالش حالی زن بگیره گودک کنه 3-4 تا گودک کنه زندگی در سرش داره و چشم مدرویه میره و این گودک خودش این نمیدون حالی زندگی چی است. این پدنالت بیناموز در تربیت و تربیت دودگی تتره. این چی احوال است؟ در تاجیکستان یک الکش پرستوی بیچاره یک میزده یک روزغور زده حق زندگی کردن نداره. این خیلی سگا میبروین شب روز بیچاره را میزنن. او نه خونه داره نه در داره بدرای خو کنه. از تمام اینجا محروم شدگی بیچاره از زندگی محروم شدگی و یک بیچاره میزده را در او وطن زندگی نیست. اونان kötü skaysin maras